تو کار دنبال میشه. خود ایسکو ویدال رو مقابل داره، میتونه اونجا فریب بده. خود ایسکو زمینش خود ریزنقش تکنیکی تیم فوتبال رئال. مارسلو از چپ نفوذ کرده، خود مارسلو نفوذ کوتاه رو دیام بده، فرصت داره رئال توی دروازه. جرارد پیکه گل به خودی میزنه و دروازه بارسا باز میشه. رئال مادرید 1 بارسلونا 0. حالا خود میکنه، خود کریم بنزما 3 در مقابل 3 هستن. پاوز میکنه اونجا زاویه رو تنگ کرده، پاس عالی دروازه خالی و دنی کارواخال. ارفانی دروازه زده که اونجا زده میشه و نواس واکنش خوبی داره. بعد میکنه دنیس سوارز توی شوطی رو گرفته توی محوطه جنب فرصت داره بارسلونا. دارم معتقده که برخورد داشته بدین شکل مقابل رئال میزنه و توی دروازه. بازی 1-1 مساوی شد. زنده گل لیونل مسی. خالی هست برای رونالدو. خود رونالدو روی پای راستش رو میره میشه عالی میزنه کریس رونالدو. چه گلی میزنه و بازی 2-1 میکنه. از فضای خالی پشت پیکه استفاده کرد و دروازه لوکاس واسکز واسه آسنسیو بازیکن خوش تکنیک تیم رئال نمیشه محکم میزنه توی دروازه. گل سوم برای رئال ولی واسه آسنسیو دروازه رو باز کرده. حالا کار